سه عضو یک خاندان را در ناحیه همدانی ولایت ختلان در پیوند به مرگ سیاره زاهر و 36 ساله زندانی کردند. حکم را دادگاه ناحیه روز 31 می سال 2023 برآورده است. سیاره زاهر و 8 ماه پیش ماه اوگوست سال 2022 بعد از یک مناقشه در خانه شفر و ضرب خوردن بستری شد و در شفاخانه جان باخت. او قبل از مرگ در یک ویدیو نقل کرد که چگونه خویش و تبار شفرش او را تا مردن لطوکوب کردند. بر اساس حکم دادگاه که رادیوی آزادی روز 2 ایون دسترس کرد، مکمبر اسحاق و خوشدامن، خورشیده ناظم، زن هیور و جیانشاه رحیموف برادر شفر به گناه قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی که باعث مرگ جبری دیده شده است، بر اساس ماده 110 کودکس جنایی قسم 2 بند و از 12 تا 14 سال از آزادی محروم شدند. در حالی که پیشتر مادر سیاره زاهر و از درست تفتیش نشدن پرونده شکایت داشت، برادر او عبدالوهاب زاهروف روز 2 ایون به آزادی گفت از حکم دادگاه راضی هستند. عادلانه بود چون که گناهکاران جزا گرفتند. افزود به قبل انصوبت آزادی مکمبر اسحاق و پسر و کلینش پس از اعلان حکم در تالار دادگاه به حبس گرفته شدند. تا اون وقت در آزادی بودند. مکمبر اسحاق و خوشدامن سیاره زاهر و روز 12 ماه گفته بود که عروس خاندان را نزدند. وی برعکس ادعا کرده بود که سیاره به اجازه شفرش و این حالت باعث زن دیگر گرفتن پسرش شد. جهانگیر رحیموف همسر سیاره زاهر و نیز لطوکوب همسرش را از طرف مادر و برادر و همسر برادرش رد کرده بود. وی روز 2 ایون از حکم دادگاه ناحیه همدانی ناراضگی کرد. برادرم کودکان خرد دارد، آنها را به نظر نگرفتند. من نگاهبین کردن نمیتوانم، اصلا با حکم راضی نیستم، گفت جهانگیر رحیموف. سیاره زاهر و در ماه اوگوست سال 2022 در پی بحث خانوادگی به بیمارستان افتاد و پس از 3 ماه جان باخت. در سنجش طبی و دادگاهی سبب مرگ سیاره را آسیب سخت در سر نوشتند. تفتیش و محاکمه پرونده 8 ماه در روز کشید و این وضع ناراضگی خانواده سیاره زاهر را به بار آورد. هر سال در تاجیکستان موردهای زیاد مناقشه خانوادگی را ثبت میکنند. تا کنون بعضی از این حادثه ها با مرگ و بازداشت و زندانی شدن اعضای عائله انجام یافته است. مقامات آن را بیشتر به یکدیگر نافهمی ربط میدهند. نمایندگان سازمان‌های اجتماعی به مهاجرت درازمدت و مشکل اقتصادی و روانی